چی گپ است این حکیان؟ فرا چی گپ است؟ شما برای چی کار میکنه؟ سر دهید مرا سر دهید یاری دهید مرا به کجا میبرید سر دهید یاری دهید یکو کس هست یاری دهید زهرا زود باش آن ماشین را تحقیق کن. رو میل است دوملو میل است. بخیر است؟ چه خیلی بخیر است. تو تنها همین ماشین را تحقیق کن. تمام دوملو خواطر نشوید دریاب میکنیم. زود باش برادر زود. تو کم زود رانده میتوانی یا نه؟ شرط تمام بخشش دوملا ناگهان از دهانم برو گبزن برادر چی شد آخر؟ زنجیر ماشین کند دوملا. زنجیر ماشین تک زنجیر ماشین کن میگویم به فکرم نشنیده. دوملو ماشین نتز دفعت تو. فهمیدم. فهمتد؟ یا خدا تا با این طرف گذره. تو بقیه پومره فهمیو. خلیفه در حقیقت ما رو در حیرت گذاشتید. زبانی ما رو چه خیلی فهمیدی ها دوملو؟ سکور است ایواز کردم میتوانی. برادر گفتم که فهمیدم. تو چه خیلی تشخیص هستی این رو نمیدونی. آوازی محرک رو انتظار میشم چون آواز اومد با دستم تله میدیم. بس خلیفه و تاتسام نکنم. مالش برادر یک دقیقه قدمت رو گیر که حاضر رو گم میکنیم. با خدا دوملو با خدا ماشین رو استتره کن دلم هوا گرفت. به خدا مثل شما دوملو ندیدم. من دوملو نیستم آخر. سرنگه دوملو نیست. دوملوی ساخته هستم. دوملوی ساخته؟ این رو گفتم آرام شدم. چه خیلی؟ قبول سا. تمام من نفهمیدم این موضوع رو. شما پلیس هستید اکا. در اصل من از اول این رو فهمیده بودم. اکنون پورا فهمیدم. اکنون فهمیدم دوملو با این لباس در بیرون سیر و گشت نمی کند. لیکن با خدا بسیار فکر خوب کرده ای. هم کار مخفی. هیچ کسی از این چیز خبردار نمی شود که این وظیفه پنهانی است. ای خدا مانند فیلم ها. اگر در عملیات یکون کمک خردکه من رسد یعنی خرسد می شوم. آخر این وظیفه شهروندی همون است که مومن فروس هاوت. برادر تو چی گفتی سری مرا گران کرده. با خدا مانده شدم. چی شد؟ چرا ایستاد؟ دوملو گازش تموم شد. یک گاز ماشینته. خودت هم ماشینت. مادر؟
لبای دخترم. یوسومان این گردنبندی گردنش رو میگوید که تو با او توفه کرده ای. درست است؟ مرا اونقدر باورم ناومد. تولین توفه کرده است؟ یعنی کلینی مو توفه کرده است همین خیل؟ بله بابا جان، یوسومان همین خیل میگوید، اما همین خیل است. خانم تولین توفه کرد. همین خیلی خانم تولین. تولین، تو یک وقت داد و فیغان کرده گردن بندت را میگفتی، این همون نباشد؟ خدایا نگه دار. خانم تولین، لطفاً گوید که این گردنبند رو شما به من توفه کرده اید؟ سردارم ای سرداری تو را چی میگویه پسر؟ میمانی به حالم کردن. سردارم دوستی نزدیک کلتکل از شوکت است کو. خیر، میگویم که از پس او گشتن در کار. تو دیوانه چرچشمه چرا او رو تعقیب میکنی؟ حجت‌های خواهر کلتکلوس در نزدمان بود، حتی رقم‌های تلفنش رو نگرفتی. اما سردارم شما گفتید که کلتکل مرد، مسئله پوشیده شد. از همین سبب لوین چی کار میکنی؟ یک بار ما رو به حالم گذار. رحمت سردارم، باورتون رو برباد نمیدیم. خواطر نباشه سردارم. لوین اگر عقل تو در من میبود هر روزم رو عید میکردم. سردارم به خدا شما راستی کب را گفته. شما هم انسانی با عقل هستید، لیکن کم کم بی عقلی میکنید. ایروزیا چورچشم دیوانم کردی. دیدی لوینت چه خیلی سردارت به تو باور دارد. باوری رو برباد نده. رفتیم پسرم، رفتیم مثلا لوینت دیوانه شای. تولین گپ زن، چرا دختر را در زیر شبهه میگذاری؟ چرا گپ زنم؟ یوسومان مو مگر این خیل کار میکند؟ البته نمیکند. اما هنگامی که گردن بندت را با هیجان میگفتی؟ اون گردن بندی دیگرم بود. بعدا من اون رو یافتم. گردن بندی که در گردن یوسومان است من با او دادم. خدا را شکر. تو با یوسومان گردن بندت را دادی همین که؟ بله. مادر؟ چی میگوی دخترم چی؟ شما راست میگویید؟ بله، دلم خواست توفه کردم. چی جوی عجایبش هست که حیران موندید. نمیفهمم. تشکر زیاد خانم تولین. در حقیقت رحمتی کلام، من هم این گردنبند رو تا آخری عمرم پنهان میکنم. از این پس کسی رو ندونسته تهمت نکنید میلش. خودت رو حرمت کن یوسومان. من تو رو تهمت نکردم. نه، تهمت کردی. دخترم خاموش. بحث را تمام کنید. میلیس، یوسومان هم دخترین خانه است. لطفاً تحقیرآمیز گپ نزن. خودت را حرمت کن. گفتن مگر میزیبد؟ البته بابا جان، تنها به من نمیزیبد. اگر زهرا یوسومان رو این خیل جنگ میکرد شما مگر او رو پشتیبانی میکردید؟ میکردم. البته بابا جان، برعکسش رو هم فکر نمیکردم. میلیس خودت را حرمت کن. پدر جان اهمیت ندهید، به حال خودشون گذاره. بیهوده است آخی. زهرا در کجاست؟ زهرا به مسجد به سر دامولا زیار رفته بود، اما کجا شده چه بود؟ شوکت زود به نزد مسجد بیا. خدایا زهرایم رو نگه دار. زهرا زود تلفنت را بردار. رویش را محکم کردی؟ بله محکم کردم، خواطر نشه. کارمان بسیار آمد کرد. اگه کنون بسیار خرسند می شود. این کار با تشبوسی من حل شد. مرسی. تلفن دختر زنگ میزند، آنو خاموش کن. مرا گوش کن، به من فرمان نده. به من تنها اکای کنعان فرمان میدهد. فهمیدی مرا؟ تلفن رو به من ده.
اوه ملیس، یعنی تو گویا بابایت رو ندونسته گپ میزنی. همه یک طرف، زهرایش یک طرف، اما تو به این اهمیت ندی. میدونم اما خیر میلش. مادر، تو جدی اون گردنبند رو به یاسمن توفه کرده یا؟ ای بله ملیس. نه برای این رو فهمیدنت باید چند بار دیگر تکرار کنم. به شما باورم نمیآید. من اون گردنبند رو از شما چندین مرتبه پرسیدم. حالا باشد شما میگویید که اون رو به یاسمن داده اید. جانم، شاید با لباسم موافق نگرفته بود، از همین سبب ندادمت. ای این خیل نکن ملیس. نه گویا که من چیز دوست دار هستم و به هیچ کس از اشیاهایم نمیداده باشم. مادر، شما چی کار کرده ایستاده اید؟ به من راستش رو گویید. چرا این یاسمن ناگهان اینقدر ارزشناک شده است؟ ملیس، التماس بخیلی نکن. بخیلی نکنم؟ ای مادر، من کجا یاسمن رو بخیلی میکنم؟ من تنها از کارهای شما در حیرتم تمام. نه، این کاری تو انیق بخیلی است. ملیس دخترم، تو هر زمانی که خواهی چیزی خواستت رو پول داده میخری، اما یاسمن میتواند. بیچاره است، البته حسد میبرد. بله، همین خیلی حسد میبرده است. کاری عجیب. برادر، روی یگان تاش رو دیدن نتوانستی؟ دیدن نتوانستم شوکت، نتوانستم. در رویشون نقاب داشتن. گفتم کو کدام کرده باشه؟ نمیدونم شوکت. هر چی آید بر سری فرزند کیلس بگذره، غمگین نشو. یا خدایا، باز غمگین نشو میگوید. با تو زهرا رو دزدیدن میگویم، تو با من غمگین نشو میگویی. قهرم میوید شوکت. با زهرا یگان چیز شود من میمیرم پسرم. تو سخت عاشق شده کوکا جان؟ تو چی ها گفته ایستاده یا؟ من با تو زهرا رو دزدیدن میگویم، تو باشی میگویی که سخت عاشق بوده ای اکا جان. البته این خطای تو نیست شوکت، خطای کسی است که با تو گپ میزنه. گپ نزن، بزور مای گپو. گپ نزنی آزمه گفتم قریب. با قدری من میرسی و دیر میشوه. چیکار کنیم برادر؟ اگر ینگه به خانه بر نگردد، آقای اکرم به فکرم که تلخکف شده میمونه. بله راست. آقای اکرم این دفعه راست به اون دنیا میرود. چیگه پیدا او دنیا؟ نمیدونم شوکت. با آقای اکرم یگان دروغ میگویم اکنون. با خانگی هم یگان چیز میگویم. البته زهرا را هم باید بیابیم که من از غم دیوانه میشم. تمام دیوانه نشو. آروم شو برادر. به خانه رفته یگان نقشه میکشیم، نجات زهرا رو فکر میکنیم. تمام آروم شو. تمام رفته. یا خدا، این دختر کجا شده؟ به مسجد میروم گفته اینقدر دیر کرد. پدر جان، شاید به یگانجا برای چای نوشی و برای کار دیگر رفته است. شما خواطر نشوید آخیر. چی خیل چای فروخ؟ دامولا را گرفتم میایم گفته بودو. نه من زنگ میزنم. من خواطر شدم. البته زنگ زنید پدر جان. یا خدا، این تلفنم عجایب. صدا میرود و جواب نمیدهد. برادر به پلیس زنگ زنیم؟ پلیس مرا جستجو دارد. تو چه میگویی شوکت؟ از کجا تو را جستجو دارد برادر؟ تو مردی که مردی. مرده باشم با پلیس چه خیلی زنگ زنن؟ دیوانه بر این گپ میزنی؟ بس که همی دیوانه نگو. همی دیوانه گفتی آدم دیوانه میشوه. انا بیا و گیر. چرا بگیرم؟ آقای اکرمه؟ بله بای. برادر یگان دروغ نیابی جواب نده که؟ جواب نده و یک بار خواطر میشود. با قواری پدر؟ یک دقیقه. لبای آقای اکرم. زیا؟ در کجای پسرم؟ چرا زهرا جواب نمیدهد؟ همراهت است. زهرا بله همراهم. راه میگردیم. راه میگردید؟ پسرم در این خلوکی راه میگردن. این کار دختر را بینه. آخر تو را گرفته زود برمیگشت. تو تلفن رو به زهرا ده. بکی؟ به زهرا کری دامولا؟ جناب او حاضر مشغول است، آمده نمیتواند. چخیل مشغول؟ شما یگان راه نمیگشتید؟ راه گشته شده بودیم و خانم سیلین آمد. به سیلین چیزی شد؟ نه، خانم سیلین آمد و آنها از ما جدا شدن. یعنی معلوم خیر که دوگانه های جانی هستند. با ذوق صحبت دارن. گپشون رو نبرم. خدا، مدام که این خیل سیلین راه هم گرفته یک جای برگردید. در این خلوکی در بیرون نگردید. تمام. ماله جناب. چی شده؟ سیلین رو هم گرفته بیارید میگوید. بچه باید سیلین رو هم یابم. تلفن شو دوره.
چی شد؟ با این دختر چیکار کردید؟ بخیر است اکا. بخیر است آخی؟ حالش خوب است. سودو را بدرون برارید. شوکت گوش کن، سیلین از این کار خبر ندارد. آیسته میگیم، زود با او نگوی. ای برادر یک خیلی گپ میزنی که گویا ما کودکیم. ما هم عقل داریم اخی. میفهمی؟ البته. دوملوزیو با زورو یگون واقعی رخ داد. نه شما آرام شوید. دوگانت دزدیدن سیلی. چی؟ دزدیدن؟ نه احمق. آرام شوید. دزدیدن گفتید؟ شنه دزدیدن؟ تو چه خیلی آدم هستی؟ ای برادر هیجان دختر رو ندیدی؟ من برای آن گفتم که باز فکر نکند که ینگه زهرا مرده است. خانم سیلین لطفاً کمی آرام شوید. زورو خوب است، التماس راستش رو گوید. ما از کجا میدونیم که اون مرده زنده خوبه؟ یا سوال میتی که همین دختره که گریه کنه و فخ بکشه هم خشموش میبینیم. کی او رو دزدیده است؟ اکنون زورو چیکار میکنه؟ ما هم نمیدونیم سیلین جان. از کجا دونیم؟ یک دو آدم نقابدار اومده زهرا رو بور کرده بردن. با فکرم او را انیق میکشن. شاک تموم. لیکن دوستی عزیزم این خیلی نمیشود. آخر کم فکر کن. آخر آرام شو، فکر کن. گپ نیست برادر. چی؟ بشق. تمام دوملا فهمیدم. گپی گفته که میکنم دوملا. یک شرمندم کردیم. بله گویا که او خاطر شد. پزر. دوملوزیو یکی زهرا رو یگون کار کنه. نه گوش کنید خانم سیلین لطفاً کمی آرام شوید. از کجا میدونید؟ ای بخزیم بریم اینجا. در اصل حالش خوب است. تنها جایش رو نمیدونیم. با او گپ زدید؟ گپ زدیم و پرانه. شاید تلفن دوملا تمام شد. از اوز زهرا فهمیدیم که حالش خوب است. بیچاره دوگانم. حالا چقدر ترسیده ایستاده باشد. خانم سیلین آرام شوید. گوش کنید من زهرا رو مییابم، لیکن اگر این خیل رفتار کنیم با زهرا کمک رسانده نمیتوانیم. تمام. گوش کنید آقای اکرم این رو نمیدوند. شما هم با او نگویید وگرنه او بسیار غمگین میشود. مایلش. حالا گوش کنید. نقشه این است. نقشه رو میفهمانم. لطفاً مرا گوش کنید. نشان با شما. درآید. مرحمت خانم تولی. رحمت یاسومن. از این پس هر روز یک استکان می نوشم. به طورهای عصب فایده کلان داشته است. خاطر نشوید خانم تولین، من هر شب تیار کرده میارم. انا همین خیر. کمی بخند. چرا در اونجا اول حراسیدی؟ و دخترانی جوان حراس نیو خنده میزیبد. یاسومن تو بسیار دختری با عقل هستی. اگر با من خوب رفتار کنی تو رو از دخترم جدا نمی کنم. چخیلی با میلیس رفتار میکنم با تو هم همون خیل رفتار میکنم. بین یک گردن بند انداختی چخیل ایواز شدی. آخر تو دختری خوب هستی، اما در داخل این لباس های از بازار بودت زیباگیت نمایان نمی شود. عقلت رو کار فرمان دخترم. عقلت رو در بین بعضی ها سیر بوده می تواند. در بین همه انسان ها سیر ها موجود هست، اما مهمش سیر داشتن را دانستن است. اگر تو با من خوب رفتار کنی نتیجهش رو بر زیاد میگیری. او را بدار کن. چه کار میکنی؟ ها؟ گفتید بدورش کن؟ احمق حیوان، پسم دست میبرداری برزگاو. نخند. یک کاسه آب بیار. میله شکر. یگا کس است، یگا کس نیست. من در کجایم؟ با من کمک کنید، با من کمک کنید. خوش میکنم. در اینجا کی است؟ بفایده داد نزن. هیچ کس تو را نمیشنود. شما کی هستید؟ از من چی میخواهید؟ من چی کار کردم؟ من زاغ را میخواهم، زاغ سیاه را. کی است؟ زاغ سیاه کی است؟ من او را نمیشناسم.
تو را خوب میشناسی، سری ما را ویران نکن. خودت را با نادانی نزن، هیلت نمیگذرد. در حقیقت نمیدونم، نمیشناسم. لیکن او تو را خوب میشناسد، حتی زهرا گفته میمیره. چی کی میگوید؟ من نمیشناسم به خدا کی. ببینید، نه خودتون را نه ما را عذاب ندهید. اگر این خیل دوام دهید با یگان نتیجه نمیرسید. زاغ سیاه رسمی از شما دزدیده را باز برگرداند ها؟ بینید چه خیلی همش را میدانم ها؟ رسم رو یزنم آورد. یزنه من سرکمیسر است و شاید حالا در جستجوی من است. بسیار هم خواطر شدگیست. میدونی یزنه من پلیس است و شما رو مییابد. میدونیم با او از نزدیک شناسایی بسیار خوب داریم، مشکلی نیست. حالا باشد تو به خوبی به زاغ سیاه زنگ زن و اینجا آید، ما باشیم و تو رو سر میدیم به خانه‌ات میروی. نمیشناسم من او را. چقدر نمیشناسی؟ ها؟ با من داد نزن. سیلین زنگ میزند. الو بابا جان. سیلین جان، زهرا در نزد است. تلفن را بودی؟ بله زهرا نیست زهرا حاجت خونه رفته است. دل زهرا بسیار به من میسوزد. مرا نگاه بین میکند. کمی زکان شدم بابا جان. همین خیل میلش. خیر، خدا شفای کامل دید. تو بازدید باور کرد دیگر چی کار هم میکرد؟ پدر جان، با سلیم چی شده است؟ سلین زکام شده است. زهرا باشد امشب در نزد او میمانده است. مرحمت گذارید. شامتان بخیر. شب بخیر. داملا خوبید؟ شب بخیر. خوش آمدید داملا زیا. سلام علیکم. سلین رو به اینجا ناوردید داملا؟ گفت که در خانه راحت‌تر میشه. زهرا او رو تنها گذاشتن نخواست. معلوم تنها نمیگذارد. زهرای من بسیار مهربان است. اگر تنها گذاشته می آمد چرا در نزد دوگانه هم نیستم گفته بر راحت خواب کردن نمیتوانست. گل من حسیاتی است. کوشش میکند که معلوم نسازد، اما درونکی بسیار میسوزد. شبی که در این خانه او نباشد به خدا پزمانش میشوم. خیر، من همین خیلم. چی کار کنم؟ محبتی نبیره. پدر جان، گویا زهرا این خیل نیست. او هم از شما یه لحظه جدا شده نمیتواند. جناب با اجازت شما روم. داملا می نشستید، یک چای می نوشیدیم. معلوم پگاه امر معروف است. برای آن تیاری دیدنم در خدا قبول کند. تشکر. شبتان خوش. شب خوش. شب خوش داملا. داملا با فاروق اینقدر دوست شدند. چنگیز، سرم را بیان میکنم. احتیاط کن بچه. ببین، با تو آخرین بار میگویم، با خوبی با آن زاغ سیاه زنگ زن تا به اینجا بیاید. من باشم تو را سر میدهم. به تو گفتم نه میشناسم. چی خیل نمیشناسی ها؟ چی خیل؟ زاغ سیاه آدمی بابایی تو است. رسم را از من دزدیده به شما برد. رسم مادرم را تو دزدیده بودی. موضوع این نیست. وقتی که این موضوع رو عوض میکنی ناراحت میشوم، عصبی میشوم، از اداره خودم میبرایم
بعد کارهای تأسف آور میکنم. لطفاً با خوبی بابایت را زنگ زن. زاغی سیاه همین زمان باید به اینجا بیاد. فهمیدی مرا؟ الو بابا جان عزیزم. زورا رقم تلفنت نبر آمد. تلفن رو با عقل گفتم ما را قانع میکنند. یعنی بابا جان من امشب با سلین میمونم. خوب دارم. بابا با امکم ده تلفن رو یک چیز رو میپرسیدم. بله میدیم. زهرا با تو گپ زدن میخواد. زهرا جان بیرون بر آمدم. گپ زد چی شد؟ همک جان واهمه نکنید التماس میلش. همک جان به هیچ کس معلوم نکنید التماس. همک مرا دزدیدن. چی؟ دزدیدن؟ تو چی ها میگویی زهرا؟ چیش همک جان چیش؟ خاموش شوید التماس آرام شوید. بابایم نفهمد لطفا خواهش میکنم. زهرا جان تو را کی دزدید؟ برای چی دزدید؟ یا خدایم تو خوب هستی؟ خواطر نشوید خوب هستم. خواطر نشوید. اما در اینجا زاغی سیاه گفتنی هدم را پرسیده ایستادن. امک شما او را نمیشناسید امک؟ زاغی سیاه؟ زاغی سیاهش کیست؟ من هم نمیدونم. امک این آدمان بسیار جدی‌اند. برای از اینجا خلاص یافتنم زاغی سیاه گفتنی آدم را باید بیابم. امک التماس او را بیابید او را. میلش زهرا جان میلش. من با یکم راه حل میکنم. تو خواطر نشو عزیزم. فاروق با زهرا چی صحبت کردی؟ چرا با بیرون بر اومده پنهان صحبت میکنی؟ نه هیچ نه عزیزم. همه تینجی تو به خونه را. من بعد میایم. فاروق رنگ رویت عوض شد. این رنگ رویم عوض نشده است. در تلفن گفتی که حل میکنم. تو چی رو حل میکنی از برای خدا؟ بچه سرم رو بریو نکن. گم شم گفتم. عزیزم امروز چقدر گذشت؟ چرا پرتایت رو نکشیدی؟ آیا کلتکیلا زنده بوده میتواند؟ اما مهرش رو دیدم. در مرگ دیده بودم. برایت خوریش آماده کردم. بسیار نغز میبینی کو. کنی خور معقول میشود. بسیار عجایب. بسیار. چی عجایب؟ خوریش؟ حالا نخورده ای کو؟ چی نخوردم؟ اونال تو هوش و خیال در کجاست؟ فکر و خیال در عملیات و تعقیب کردن است؟ نه جانم اینجایم در خونم. ببین چه خورش زیبا کرده ای. بازن بسیار سفسطه میگوی حاله. یا خدایا عجبا تو سفسطه میگویی یا اینکه من سفسطه میگویم؟ عزیزم جانم عین حال در نزدم. چنان میگویی که گویا در عملیات باشم. مگر این سفسطه نیست؟ یعنی حالا تو پورا در اینجا هستی؟ بین حالا هم سفسطه میگویی. همین خیر. حال بیست. کلتکلاس رو فکر داشتی؟ چه علاقه داره دوای؟ نه یعنی وقتی خیالی بودنت کلتکلاس رو فکر داشتی؟ سفسطه نگوه که ها مرده است. یامکت جواب ده. لبک فروخ. چی؟ کای؟ مایلش زود میویم. مایلش که با بابایم یگون چی شده است؟ عزیزم زهرا رو دزدیدن. چی؟ کی او رو دزدید شوکت؟ زهرا رو کی دزدید؟ اگر یکم اشاره یابم با خدا این مسئله رو حل میکنم. همین را گفتم اونم که او را برای پول دزدیدند. برای پول چی علاقه داره؟ چه علاقه ندارد؟ آقا اکرم آدمی پولدار با دولت است.
زهرا رو چقدر دوست می‌دارد میدونی. اگر گویند که میکشیم بخشش خدا نشان ندهد تمام ثروتش رو برآورده میدهد. نه برادر نه، در اینجا دیگر کار است. کی آخر کی؟ انیق این کاری چغتای است. انیق چغتای او رو دزدیده است برادر. تو چی ها میگویی؟ او با این کارها جرأت نمیکند. از پشت آن کارهایش آخر به خارج گریخته است. این به عقل که باشد او رو دزدیده است برادر. کاش که یک دختری خوشرو باشد. یک اجینه را کجا میدزدید دیوانه؟ دیوانه؟ کنعان دیوانه. بله پسرم کنعان دیوانه کرد این کار رو. بله از برای رسم شده به فکرم قصد گرفتن میخواهد. خدا این کاری کنعان است برادر. خب تمام این کار حل شد. انیق کنعان دیوانه است. مطمئنی؟ بله یافتم. یک دقیقه نقشه رو میفهمونم. نقشه رو؟ باجد از این زهرا نیست مگر؟ بله. به مامور ازن بزنم. سفسطه نگویی چخیل پلیس. رفتیم این کار رو حل میکنیم شوکت. تورات کردگی کی است؟ رفتیم برادر زود باش. دومولا شما لازم بودید التماس کمک رسانید. بسیار کاری تاجیلی دارید. تاجیلی گفتی؟ با خدا ما هم بسیار کاری تاجیلی داریم. رفتیم شوکت. دومولا استدراد نکنید خواهش میکنم. ای برادر چی است اینقدر کاری تاجیلی اتون؟ چی شد؟ استاد این امکم از محله خودمون است. همسرش تولد میکند. استاد عاجلا رفتنمون لازم. مسئله مرگ و ممات کاری شوخی نیست استاد. اگر کاری شوخی نبود عجیب میشد. هجری جان من مگر به همشیره مانندم؟ دومولا نپرسید. این خیلی بر وقت تولد کردن همسرم رو نمیدونستیم. در محلمون یک همشیره است. به او خبر دادیم. شما همشیرگی نمیکنید. غم نخورید دومولا. اوه دیدی شوکت خدا را شکر. نه ندیدم. خیر میلش خدا پدر و مادرش رو مغفرت کند. ما رفتیم. دومولا نمیشود. این کارو همشیره کرده نمیتواند. تنها شما میتوانید. بسیار تاجیلی است. برادران چی است اینقدر تاجیلی؟ دومولا حالا وقت فهموندن نداریم. زود رفتن در کار است. دومولا این مسئله حیات و ممات است. تقدیر کودک را شما حل میکنید. تقدیر کودک رو من معلوم میسازم؟ چی شده ایستاده است؟ هیچ دومولا نمیفهمم. در راه میفهمونم. زود رفتنمو در کار است. خواهش این میکنم. دومولاگی هم چقدر کاری مشکل بوده است. شب و روزش معلوم نیست. گوش کنید در حقیقت من بسیار کاری تاجیلی دارم. این دفعه من رو ببخشید. یگان دفعه دیگر میروم نصیب باشه. دومولا نمیشود. با رضاگی خدا. زود رفتنمو در کار است. از برای خدا به ما کمک رسانید. دوملازیا کمک کنید. به سرمون بلای کلان آمد. سرت پایلش با چی شد؟ چه شد آقای فروخ؟ جناب لطفا در نوبت استید. شما هم یک کاری تاجیلی دارید اما ما اول اومدیم. چه شد آقای فروخ؟ گوش کنید دوملازیا. گپ هایی که حالا میگویم از این گپ ها در حیرت نفتید دوملا. هممون باید آرام شویم. دیگر چاره ای ندارم. مرحمت آقای فروخ شما رو گوش میکنم. کمی پیش زهرا با من زنگ زد. زهرا زنگ زد؟ چی میگوید وای؟ آرام باشید. زهرا خوب است اما زهرا را دزدیدند دوملا. آقای فروخ میدانم. میدونید گفتید؟ خیر شخصانی که زهرا را دزدیدند شما میشناسید آنها را؟ به خدا نمیشناسم آقای فروخ. از کجا شناسم؟ اما آنها زاغی سیاه گفتن آدم را میخواستند. اگر زاغی سیاه را یافته با آنها سپاریم زهرا را سر میدادند. زاغی سیاه؟ از پشت این آدم بسیار ناراحت شده. میمرد کمی راحت میشدیم. دوملازیا شما این زاغی سیاه را میشناسید؟ نه آخر آقای فروخ از کجا شناسم؟ تنها در غیب حکایه او را در محله شنیدم. یک دختر خودکش رو نجات داده است. این به زهرا چه علاقه دارد؟ من نفهمیدم. من هم نفهمیدم. میلش عصبم رو ویران نمیکنه. حاضر من با دیگر داماد یعنی با جهتون کمیسر اونال زنگ زده همه وضعیت رو فهموندم. در مدت کوتاه‌ترین زهرا رو نجات میدهند. اوه با خدا آقای فروخ مرا بسیار آرام کرده. باز دومولا شما سلامتی پدرم رو میدونید. باید از دزدیدن زهرا خبر نیابد. آقای فروخ البته که من همش رو فهمیدم. به همین هم من با آقای اکرم گفتم که زهرا در نزد سلین است. درست این خیلی گفتید ها؟ از هیجان زیاد سرم رو در گرفت. بله راست. این طور باشد شب خوش. شبتان خوش آقای فروخ. فکر کردم که یگان خبر آورده است. خدایا با زهرا یگان کار نکنند. چرا این خیلی کارها فقط به سر ما می آید؟ عزیزم لطفا آرام شو. بین بابایت از این کار خبر ندارد. در خانه خود را غمگین نشون نده. فهمیدی؟ راست میگوی. این دفعه اون انیق میمورد. خواهرک جانم با او هیچ چیز روح ندهد. نباشد طاقت نمیکنم. اونال لطفا یگان کار بکن. جانم به تمام گروه ها خبر دادم. به تو وعده میدم که حتما زهرا را به تو یافته میارم.
با بابایم چی میگویم؟ در این ساعت چیکار دارید؟ گفته نمیپرسد مگر؟ چی دونم؟ تو را بسیار یاد کردم گروه یا اونال کار داشت است در خانه از تنهایی بودن ترسیدم گوی. نمیفهمم، در حقیقت نمیفهمم که برای چه زهرا را میدزدند. چرا؟ نمیدونم. در اصل من این دامولازی ها را هیچ نمیفهمم. این چه خیل آدم است؟ مگر در نظرش نبوده است؟ من از کجا دانم؟ آدم مگر میگذاره که فاتح شدهش را دوستند. اگر تو را دوست دیدنی شوند دنیا را شپه میکنم. جانم حاضر جای همین گپ است. بخشش جنابان خفه نشوید. حالا ما بسیار کار تجلیلی داریم. بی خفگی با ما اجازت. دوملا شما را نمیگذاریم. به این هم وقت را از دست دادیم. وقت شما را بسیار نمیگیریم. ایوا بوجم هم آمد. خیر مایلش اینطور باشد میرویم. بیایید با این راه میرویم. رفتیم. یا خدای من این از کجا برآمد؟ اونال یعقوب خبر هست؟ متاسفانه نیاکا. اما زهرا دیگر به شما زنگ نزد؟ نه زنگ نزد با خدا. بابایم چیکار کرد؟ خوب کرد. کمتر پیش به دور بود. اما ندونم بعد از خبر یافتن در جای میسودن نمیتوانم آخی. نپرسید، ما هم در همین حال هستیم. بابایم حال و خبر ندارند. نه ندارند. چیکار میکنیم؟ چی میگوییم با او؟ پس من به خانه ندروم. آقای اکرم را در شبهه نگذارم. من راست به جستجوی زهرا میروم. معلش عزیزم خودت را احتیاط کن. یا خدایا به سرش یگان بلا نآید. انشالله او را مییابی. تو خاطر نشو لطفا. خاطر نشو. زهرا را مییابم. حتما مییابم. اونال جان راو پسرم چخلی که راست رو یافتی زهرا را پیدا کن. من یافتم؟ بله بغیر از تو هیچ کس زهرا را نجات دادن نمیتواند. زود روید تیمور. هیچ خاطر نشوید. من حتما زهرا را مییابم. حاله باز شوهرت را ترک کردی؟ نه این خیلی نمی شود. یک کاری یک ساز این را باید تو حل کنی. 4 طلاقش کن. بابا جان این طور نگوید. یعنی برای به این خانه آمدن باید با اونا جنگ کنم. بابایم را یاد کردن نمیتوانم. جنگ نکردید؟ نه جنگ نکرده ایم. ما با اونا بسیار ساز گرفته ایم بابا جان. از وقتی که من به خانه رفتم با من خوب رفتار میکند. خوب است خاطر نشید. خاله جان همه وقت این خیل خورسان شدید. تشکر ینگه جان. انشالله بسیار خوب هستید. چه خیلی که میبینی؟ مادام که جنگ نکردید در این بیوقتی شب چرا درباری همسرت نیستی و در این جایی؟ چون که همسرم هم درباری من نیست. در شبه کار داشته است. گفت که من تو رو به خانه بابایت برم. تنها گذاشتن نخواست. آمدم. این خیلی نکنید پدر جان. دختر خسته به خانه بابایش آمده است. شما هم بسیار او را پرسیدید. زهرا در خانه نیست. میدونی ها خاله جان؟ بله میدونم ینگه خبر دارم. سلیم بیمار شده است. به نزد او رفته است. کمی پیش ما گپ زده بودیم. او دلش به سلیم بسیار میسوزد. حاضر سلیم خوب است. من کمی بد خوب میکنم گفته بود. عجایب. به خانه سلیم به مهمونی برفته است مگر؟ سلیم که دایم در خانه ماست؟ میلیس جان سلین هم یکی از فرزندان این خانه است. آنها از خوردیشان دوگانه هستند. هر قدری که خواهد در این خانه میستند. بغیر از من همه دختر این خانه است. میلیس بابایت رو میدونی تمام. اشتیایید دارم. خانم بیتو اپایمو برو زود باشید. نزلی تولد میکند. نزلی در بیمارخانه تولد نمیکرد مگر؟ نپرس اپایمو برو. اپای همشیره می اومده است اما شوهرش نمیگذارد نمیآید. کمک کنید خانم بیتو. پسرم من در اینجا چیکار دارم؟ چرا مرا اینجا آوردید؟ استاد همین که کودک تولد شد نامش رو شما میگذارید. برای همین اومدید. چی؟ نام میگذارم؟ پسرم تو چی میگویی؟ با من چه علاقه دارد؟ استاد همین که کودک تولد شد در حال نام او را شما میگذارید و در گوشش اذان میگوید. برای همین استاد. خدا توبه زهرا رو دزدیدن. من چی کارها کرده ایستادم؟ آخی برادر ببین که اگر همین پوشش برآمده باشه پوشش به قبا بکش کمک کردن ثواب ای. من با او چه خیلی کمک کنم شوکت؟ تو دیوانه هستی ها؟ آدمی همدردی مرا ببینه. بخشیش یک طرف است.
ای برادر خیر انا دکتر هم با اینجا آمد من اکنون روم با اجازت شما домлозиё кӯдак таваллуд кардан соҳаи ман нест خانم این با من تماما دخل نداره با من هم دخل ندارد اگر نه یاردمش میکردم майлаш ҳозир агар ба роҳ бароем эҳтимоли таваллуд кардан дар роҳ калон аст ва ин хатарнок буда метавонад барои ҳамин бояд дар ҳамин ҷо таваллуд кунад аммо ман ҳозир ба ёри таъҷилӣ занг задам хавотир нашавед ҳозир бояд биёяд ҳозир бошад аз пай кор бишавем тамом биёед خدا شما راضی باشد خانم بهتر طاقت کن زنک جان بین داملای محترم محلمان داملا زیو رو هم آوردیم نام کودکم رو اون میگذارد بله من میگذارم خانم ما رویم بله شما با بیرون بروید مرحمت گذارید راه گرد راه گرد هجری رفتیم برادر بیا برویم برامد با میدرویم خداوند با این زن کمک کند ای هجری در گوش کودکی تولد نشده من چی خونم آخر تولد شود من می آیم التماس داملا جان به هیچ جا نروید قریب شد مرحمت شینید داملا بشید تا برامدن شک دعا بخوان خاموش حاضر برای تو میخونم اینجا کودک تولد شود بعد می آیم حاضر بسیار کار تعجیلی دارم آخر گفتم که چرا مرا نمیفهمد ای استاد دو کودک نمکمان تولد شده وفات کردند از دهه یک داملا به این کس گفته است که وقتی تولد شدن کودک دیگرت یک داملا رو بیار با گوش کودک دعا بخواند وگرنه وفات میکند شما رو به همین خاطر رفتن نمیگذارد استاد یعنی مسئله دیگر بوده است هجری پسرم تو این دعا رو میدونی؟ البته میدونم ها تمام خیرین دعا رو تو بخوان من کار تجلی دارم رفتنم لازم جان یک کس در خطر است و حتی مانند جان خودم یعنی کودک تولد شد و من زنگ زن کارم تمام شده باشد میآیم اگر تمام نشده باشد پس تو میخونی هجری رفتیم رحمت مایلش استاد خدا نگهبانتون باشه خیر برام زنگ زن دیدی استاد دعا کردن رو بر روده من گذاشت خدا از او راضی باشد اگر داملا نیاید ما از روده این کار میبراییم با خواست خدا از رودهش میبراییم ان شاء الله به من نگاه کن در این ساعت چی کار میکنی دیوانه شدی یه سردارم خیلی که گل زده بودیم شوکت رو تعقیب دارم یعنی در شعبه مصلحت کرده بودیم که من شما را ندیدم شما مرا ندیدید برای پای کارو چک سفسطه نگو شوکت را گذار با ماشین کار تجلی داریم سردارم بغیر از دست کردن کارتگلاس برای ما باز کدام کار مهمتر است بچه زهرا را دزدیدن چی دوستی از من نزدیک خانم سلی زهرا را دزدیدن آنها این طور باشد کارتگلاس یک طرف میگذاریم از پای زهرا میشیم اکشن گوش کن برادر ما کاری ناخوب کردیم باید تا برآمدن همون کودک نگاه میکردیم اگر که میبرامد با می اومدیم برای چی نیستادیم کارتی چی ها در آنجا شاگردم هجری حالا همون دور خطا میخونه کودک عاقل پدر میشود انا این مادرت است آی مبارک شب ماشاءالله خدا از شما راضی باشد بهتون داملا کجا شد هجری؟ کاری تعجیلی برآمد رفت چرا با ما خبر ندادی؟ چیکار میکنیم؟ محو شد کودکم وفات میکند ای اکای شرفالدین چرا با این باور میکنی؟ اینها همش دروغ است بین مانند شیر از پسرت خاطر نشو حاضر من دعا میخوانم تمام راحت یکی با کودکم چیزی رخ دهد هجری با داملا زنگ زن تا که بیاید قربانت شوم مایلش اکای شرفالدین مایلش یا خدایا باز هجری است لبا هجری الو استاد منم هجری استاد زود اومدنتون لازم اکای شرفالدین شما رو فریاد دارد بسیار وضعیت وزبین دارد میگوید استاد علاوه بر این کودک بسیار زیبا است ماشاءالله بیاید ببینید مایلش هجری البته میآیم چی گپ شد رفتم شوکت کودک برآمد نخواست برآمده باشه نخواه رفتم مؤسسه خیرکنی شدیم کو بیا بریم ببینیم تودا موننده مادا موننده نامی تقایم را ارتیق میگذاریم نه خانم جان شیر میشود نام امکم بیا نامی بابا کلانم رو میگذاریم نیک قدم حاضر داملا آمدن نام پسرمون رو میماند اما پسر نه دختر دار شدید آقای شرفالدین نباشد نگاره
چه خیلی نگاره نامی رحمتی بیبی ام رو این میگذارم. طور باشد نامی بیبی کلانم رو میگذاریم. مولانا. سلام هجری، آیا تو از اون گفتم میتونی؟ بله استاد. این طور باشد سر کن. الله اکبر الله اکبر. با مکان کانون یک گروه فرستانید. رسم را دزدید، از او همه چیز را انتظار شدن ممکن است. الو، جایی که به تو گفتم از همه طرف آنها را احاطه کنید. فهمو؟ زود باشید. سردارم من روم. اطراف مکان کانون احاطه کرده شود. یگان پرنده پر نزند. فهمیدی مرا؟ پرنده پر نزند. برادر یعنی میگوین که تمام گروه ها را در جاشون دیدن میخوام. علاوه بر این ثبت کامره ها را دیدن میتونیم لطفاً. یه بچه چی زنک تگرفته اوست تا برور؟ از تعقیبات یگان چیز برآمد. از موج تلفن مکانش معاین شد. مهمش به مکان رفتیم، اما تلفن را در حالت ویرانه افتیم. خدا زند. پس رفته ثبت های کامره را بینید. اطاعت سردار. تو چی انتظاری؟ زود باش. این میگم اما تقام بگم با استغفیر رو میگم. رو بچود بازی رو باز شیرین است بچود بسیار شیرین و من معقول شدم که من لاشم بچود لبه تو رو بسیار دوست میدارم. خدایا این کودک رو برای والدینش بخیر گرداند، به درد و غم کلان شدنش رو نصیب کند. این طفل با اطرافیانش، با عائله‌اش، با خویش و تبارانش صاحب احترام شود. آرزو دارم این طفل هیچگاه از پدر و مادرش جدا نشود. یک حیات خوب گذراند. خدای مهربان این طفل رو از والدینش هیچ جدا نکن. الفاتحه. ای برادر، او کودک همین قدر شیرینه که با مزه بود که گفتم بگیرم در تنی دیوار بزنمش. تو هم دیدی که دختره که سفیده که خشوعه که در رو گرفتن نام خواهرت هم ماندیشه؟ چه دانم شوکت، وقتی که طفل رو گرفتن زود خواهرم با یادم اومد. بیتول گفتم. چشمان خانم بیتول هم کشاده شده تبسم کرد. دیگر با تو بحث نمیکند، راحت باش. لیکن بین دکتر گلو و بینی از عهده تولد کردن هم برآمده؟ نفهمیده. من هم در این محله با من یگانه انسان است که بحث میکند. نامی او هم باشد با نام خواهرم یک است. تو در جستجوی خواهرت باش، تقدیر الهی. تو حالا به گوش این طفلک از آن گفتی کو خدا خواهد به تو هم یاری میدهد. زهرا رو میابه مادر. با خدا من هم تنها به این خاطر رفتم، نباشه زهرا رو دزدیدن و این کار راضی نمیشدن. برادر، اول میخوای خواهرت رو پیدا کنی یا خانم زهرا رو؟ یک گپ نغزن. رفتیم زهرا رو یابه. زن چی زهرا ها؟ رفتیم. شوکت، تو مرا اینجا انتظار شو. من یک بالا برآمده می آیم. مایلش برادر. نظارت کن. یگان کس آمد به من خبر میدی؟ تمام گپ نیست، بچسب. در کجای زهرا؟ در کجایی؟
چی شد؟ نیست. اکنون چی کار میکنی؟ من رفته با کنعان گپ میزنم، احوال پرسی میکنم. تو دیوانه شدی مگر؟ او بسیار عصبانی است، به سر دیگان بلا نبیارد باز. اجازت نمیدیم. چه اجازت نمیدی شوکت؟ پس چی کار میکنیم برادر؟ مگر دیگر چاره داریم؟ میدرویم گفتم میدرویم. تو اینجا انتظار شو، فهمیدی؟ این طرف باشه برادر، احتیاط انتظار شو. تمام. دومولوزیا بخیر است؟ در اینجا چه کار دارید؟ من با آقای کنعان درباره یک مسئله صحبت کردنیم. من زود خبر داده میایم. اکا در پایان دومولوزیا آمده است. بابای ایشون زود به اینجا درارید. مرحمت دومولو. رحمت. خوش آمدید اعلی حضرت. سلام علیکم آقای کنعان. مرحمت. خوب هستی بابای ایشان؟ رحمت. من برای یک مسئله از شما کمک پرسیدنی آمدم. امر کنید اعلی حضرت، حل میکنیم. عروسم رو دزدیدن. چی؟ عروس شونده تون رو دزدیدن؟ ای شما در فاتحه بودید ما نمیدانستیم. کدام لعنتی عروس شونده شما رو میدوزد ها دوملا؟ من هم آخر برای همین نزد شما خواطر نشوید بابی ایشان، از دستمان کاری می آمده را میکنیم. عجبا، میگوین که با شما درباره این دزدی یگان خبر آماده باشد. دوملا از همه جا با خبر هستیم، اما اینقدر هم نه. من این مسئله را حل میکنم، شما هیچ خواطر نشوید. این را بسیار فکرم نکنید دوملا. در آمدی گپ دوملا از یگان کس شما شبهه دارید؟ مگر ندارم. مانندی کنعان یک بشرف. متاسفانه ندارم. بابای ایشان همین عروس شونده شما را همان زاغی سیان ندزدیده باشد ها؟ شوکت احتیاط باش خیر، حوزت رو قپیده. نه این خیلی فکر نمی کنم. یعنی زاغی سیاه چرا این کار رو کند؟ چه خیلی که میدونم یک دختر را هنگام خودکشی کردن نجات داده است، با آدم خوب مانند است. یعنی بخشش را اما این طور به شرفی کردن نمیتواند. دوملا یعنی اکنون یک دختر رو نجات داد گفته آدم خوب نمیشودیم. این قهرمانی نیست آخر دوملا. و هم تا اندازه من خبر دارم در دزدی شدن رسمی آقای اکرم انا این ابله دست داشته است. ها دوملا؟ با خدا این رو نمیدانم. خیر مالش با من اجازه دید. دوملا یگان چیز می نوشیدید، آخر این کار حل می شود. آقای کنون معلوم است که مونده شدم، من میروم. دوملا شما هیچ خواطر نشوید، کاری از دستم می آمده را میکنم. عروس شونده شما را حتما برمیگردانم. سلامت باشید. یگان جاتان غم نباشد دوملا. ای خدایا توبه، این عروسی حاجی زیا را کی دزدیده باشد؟ ای توبه. چیکار کردی؟
برادر کمی پیش یک احمقش در دستش آب و نان گرفته ها با اون طرف برد. یک جای دیگر است. شاید زهرا در آنجا باشد. شاید. تو با کنعان دیوانه چیکار کردی؟ چیکار میکردم؟ گپ زدم. کوشش کردم که معلوم کنم انیقا زهرا رو دزدیده است. من دیدم آخر او دستی تو رو میبوسی، تو رو حرمت میکرد. چیکار کرد از این بی عقله؟ نه این خیل نیست. نمیداند که من فاتحه شده زهرا هستم. این خیل گوی؟ ای خیر رفته انگه رو گیریم؟ رفتیم. گوش کن، با دقت باش. انم اینجا برادر. اینجا میشویم. این را از کجا پیدا شدن؟ من از کجا میدونم برادر؟ چیکار میکنیم؟ کرگو مرش برادر. ای برادر، کدام به شرفی به دین و به ایمان عروسی حاجی زیا را میدوزد ها؟ آن آدمی دوزخی کی باشد؟ این به شرف را یافته به نزد من بیارید. اکا چه مرا نشنیدید مگر؟ زود رفته او را به نزد من بیارید. اکا چی میگویی؟ عروسی داملوزیا رو ما دزدیدیم. خانم زهرا او فوت شده داملوزیا است. چی؟ شما چی میگویید ها؟ ای سری من میکفد، سرم میکفد. شما کی با عقل میشوید ها؟ کی با عقل میشوید؟ عروسی حاجی زیا بودن آن دخترها چه خیل نفهمیدید ها؟ اکا من از کجا دونم؟ نمیک باید دوند. با من هیچ چیز نگفت. چرا نگفتی ها؟ اکا من گفتنی بودم اما فرصتی گپ زدن. از پشتی تو شده بسیار گناه کردیم. توف چطا برا. اکا گناه با مو نمی نویسم. گناه با نمیک نوشته می شود. تو از کجا میدانی چینگیز ها؟ تو دامولایی؟ آخر همین خیل است. فوت شده دامولو بودن رو میدونست و نگفت. گناه او میگیرد. اگر خواهی از دامولوزیو میپرسد. چینگیز کلای تو کار میکند. تو چی فکر داری لعنتی؟ تو دیوانه هستی. تو چی ها میگویی؟ با دامولا میگویی که دامولا عروسی شما را ما دزدیدیم. آیا گناهش با کی نوشته میشود میگوییم ها؟ تو خدا زده هستی. یک راهی حل کردن این کار هست. با دختر خوب رفتار میکنید، گفتهاش را کنید و بعد با دامولا زیا عروس شوندهش را میدهیم. اما کمی دیگر دختر را داریم. شاید آن زاغ می آید ما باشیم کاری آن با آخر می رسانیم. فهمیدید ها؟ ابرین گم شویده. ابرین دار. این محبت بین ما بسیار مشکل است. من برای طاقت کردن با مشکلی های این محبت تیارم. آخر این را با تو گفتن نمیتوانم. درباره خودم همه چیز رو از تو پنهان میدارم. در اصل تنها سیمایم رو پنهان میکنم. اما باور کن خودم رو زیبا نشان میدم، چون که زهرایم مرا زیبا بیند. من به تو دیوانه و عاشقم. دولم که دیر میکنی دارم؟ ببخشید رئیس جون. بیا های کن. خوب شد. ای گوش کن. بیا علیدین یک جو معرکه میریم دیر میکنیم. موزی بعد تو با دیری بد میکنی. بیا فرو من خودم میکنم. شما هم میکنی؟ من خودم. او رئیس جون چیکار میشه؟ هیچ نمیشه. بیا. من خوب شد است. یه رئیس جون آدم عجیبی است. شین. دوباره بعد مراتبای دیون دیر نکن. شین. خوب شد است. خوب ناز میبینی علیدین؟ رئیس خوب راست گپ خوب نکردیم. کجا خوب نکردیم؟ دیر میکنیم. ما تو را گفتم بر وقت بیا. جان میبخشید کمتر کار برام اومدم امروز. رئیس ایره بین با ایره هایکنی شبین. چه شده؟ این من نمیفهمم چی این مرد. رئیس میبخش. یه چیکار میکنه رئیس این برادر بینی؟ این قبا رو زده.
میدم خیلی الان اینو انا همین من کوی نبی من کجا من کد رئیس کلید من که به عقل های میکنم برادر چی بگو؟ کلیتی 17,000 یکه؟ همین مکو ای 17 تو 24 همه چلی کن خطی تو میتون برا تای پایانمونی اینک یک پدیده نو در صحنه هنری ملی توجیک آوازخوانی استراده توجیک هنگامه عبدالسلام سرودهای عاشقانه لحن شیرین متنی بالا سبک و اسلوبی جدید و از همه مهم وصف عشق و محبت را در میاره اندرون این کلیپ فریاد از عشق خش و ناله های جانسوز عشقی تو در کار نست چشمی من برات نست چون این مصره ها از کلیپی نوی هنگامه عبدالسلام با نزدیکی کلیپی نوی هنگامه عبدالسلام را با نام عشقی تو از دکانهای فیتافروشی دسترس نمایید از تقدیمات استودیوی نورانگیز السلام علیکم اپاشکا و علیکم برسلام میبخشید من اپای شما نه فیلمی مسحکوی فیلم دوست 5 شون هنر انا پیش شما هممون را سود بکنم فیلم باوری تعجب خنده و یک جهان حجف کابینت کلاورا جدزا در فیلم مسحکوی فیلم دوست در نقش های اساسی الهام جانی شدی با تخلص موگمبا مونس ابراهیم ایستال باشما چقدر زیبا و جورخان سفرف دویدن گوساله تا کهدان عاقبت گپی دروغ را یک جایی تماشا میکنیم فیلمی مسحکوی فیلم دوست با نزدیکی از دکانهای فیتافروشی میتوانید دسترس نمایید تولی این خانه رو بی تلفن ها 905 33 64 42 و 93 856 56 63